خدای متعال شفا را در تربت امام حسین قرار داد. خیلی عجیبه این جریان. خدای متعال آلام بشری را، دردهای ناگهانی را، زخمهایی که تحت هیچ شرایطی التیام نمی یابد، خدای متعال به واسطه تربت سید الشهدا آن را برطرف می کند. دومین خصوصیتی که خدای متعال به امام حسین ما داد، دعای شیعیان امیر المؤمنین را زیر قبه سید الشهدا و استجاب دعا تحت قبه سید الشهدا دعا ردخور ندارد. دومین خصوصیتی که خدای متعال به سید الشهدا داد این بود که خدای متعال امامت را، مهدویت را در نسل امام حسین قرار داد. در نسل امام حسین قرار داد. دیگه اینجا دعواهای جهان کفر با جهان اسلام از اینجا شروع میشه. خدا امامت را، مهدویت را، مهدی آل محمد را از نسل سید الشهدا برگزید. برای همین بود یهود وارد گود شد، بنی امیه فوران کرد، بنی العباس ها آمدن. برای چه؟ برای این که با حسین ابن علی مقابله کنند که چه شود که به مدینه فاضله مهدوی نرسید. دعوا سر مهدی فاطمه است. بروزترین صحبت امروز مهدی است. جوون شیعه از امام خود چه می‌داند؟ کردم میون ندب گریه غابرات کردم، ناله برای درد و غصه کردم، تو خواب دیدم که جونم فدات کردم، تو خواب دیدم که جونم فدات